سلام علیکم، چطورید؟ من آقا بعد مدت طولانی دارم ویدیو میگیرم. دلیل دارم براش، چند تا دلیل. اولین دلیلم این که حالا به بهونه از دلیله. اولش این که خب من حالا علاوه بر کار آنلاین شاپم شاغلم دیگه، یعنی شغل 9 تا 5 میرم شرکت میام، جونم براتون بگم که اونجا فقط ضد آفتاب میزنم. بعد از نظرم برای اینجا اومدن این ضد آفتاب خب چی، یعنی هیچ آرایشی نداری دیگه، یعنی از خواب پا میشی انگار هیچ آرایشی نداری اینجوری. از این طرف مثلا اینجوری هم که قشنگ نیست دیگه همش اینجوری بیام. از اون طرفم خب بیشتر تایم اینجوری ام. میدونی چی میگم؟ این اولیش. دومیش این که هی مثلا دنبال فرصت میگردم که مثلا کار باحال کنم، نمیدونم ایده خفن داشته باشم. ایده هم دارم، مثلا اینقدر ایده نوشتم فقط، اما اون تایم خالیه همونجوری که در جریانی به اون صورت نمیرسه که من ایده‌مو انجام بدم. حالا گفتم یه هفته خب با هم مثلا این مومو نگاه کن، این از صبح رو مغز منه، این از صبح رو مخ منه، یعنی شانس آورده که تا الان قیچیش نکردم، شانس آورده. چی داشتم گفتم؟ دیگه گفتم مثلا هی چند روز مکرر کارهای مختلف که دارم میکنم ویدیو بگیرم بعد دیگه بچسبونم و بشه چند روز با من. خب حالا امروز ما مهمون داریم، شب دو تا از دوستامونه، جونم براتون بگم میریم بالا، یعنی تو خونه نیستیم، هوا خیلی خوب شده، خیلی آسمون خوشگل شده، میریم بالا. حالا من داشتم مزه پزه و سالاد و اینا رو آماده میکردم که الان وسطش یادم افتاد که میتونم این ایده رو اجرا کنم. حالا میخوام بهتون آسمون رو نشون بدم، نمیدونم اصلا اینوری میتونم نشون بدم یا نه. آسمون خیلی خوشگله بچه‌ها امروز. آره خیلی خوشحال، ابرای خوشگل‌ترش رفتن اون طرف. این CDR هم که می‌بینید به خاطر اینه که پرنده‌ها و کبوترها و اینا نیان اینجا دستشویی کنن، بعد هی من مجبور باشم اینو بشورم. حالا دستشویی که هیچ، میان بچه‌دار میشن، بعد دیگه دلت به حالشون میسوزه، باید غذا بهشون بدی، آب بهشون بدی. بعد بچه‌شون یه بار مثلا اینجا نه، فکر کنم خونه مامانم بودش، بچه‌شون افتاده بود زمین، اصلا خیلی اصلا. حالا بعد نگاه کنم من چقدر میتونم صحبت کنم، یعنی من احساس کنم که یه آدم کم حرفم، ولی وقتی که شروع میکنم به صحبت کردن دوستان مغزتون رو میخورم. حالا سالادی که میخوام درست کنم تقریبا با هر چیزی که توی یخچالم هست، یعنی همیشه سعی میکنم این کارو کنم به خاطر اینکه خب بری چیز جدید بخری، چیزی که توی یخچال داری خراب میشه. مثلا کدو و هویج و یه مقدار کلم داشتم و قارچ و کاهو و اینا رو هر میکس میکنم، بعد با ماست و یه سس خوشمزه بلدم درست کنم. اصلا من نمیدونم که این ویدیو رو میذارم یا نه، چون قیافم خیلی داغونه. از اون طرف وسایل چیزا اینجا، وسایل بالا رفتن که میخوام بریم پیکنیک. از اون طرف تایم باشگاهمو برداشتم کردم 5 تا 6 صبح. خب مشکل چیه تو دخترم؟ مشکل چیه؟ بچه‌ها من عاشق روزایی ام که آسمون اینجوریه، یعنی میمیرم برای آسمون. ببین چقدر خوشگله. چند وقته تجربه شخصی رو میخوام بهت بگم. چند وقته که تو پرانتز ببخشید که نور هی بد میشه، خوب میشه. چند وقته که من تم شکرگزاری و اینا رو دارم پیش میگیرم. بعد به نظرم خیلی جوابه، یعنی حتما اگه تا حالا امتحانش نکردید امتحان کنید. خیلی حستون رو خوب میکنه، خیلی چجوری بگم بهتون، باعث میشه که اون نعمت‌ها و اون چیزای خوبی که دارین توی زندگیتون رو ببینید. به من که خیلی حس خوبی داره میده، حتما بهتون پیشنهاد میکنم. این نکته اول ویدیو دوستان. خب بچه‌ها اینجا آشپزخونه قضیه است که هر کی این ظرفای ما رو میبینه میگه اینا چقدر خوشگل و بامزه، ولی شما این اشتباه نکنید، اینا ظرفای پیکنیک نیستن، اینا ظرفای کودکن، از ایکیا گرفتم. 6 تاست از هر کدوم، قاشق و چنگال و چاقو و لیوان و بشقاب. پوینتی که داره اینه که با اینکه پلاستیکیه ولی میتونی توی ماشین ظرفشویی بذاری، اینش خیلی خوبه. البته الان دیگه این رنگاشو تولید نمی‌کنه، یه سری رنگای پاستیلی خوشگل‌تر تولید می‌کنه. خب این میزیه که آماده کردم. بعد از اونجایی که من عاشق شمعم سعی می‌کنم همیشه شمع بذارم سر میز. البته خیلی باده، فکر می‌کنم که خاموش بشه. دیگه بخوام از جاذبه‌های اینجا براتون بگم اینه که این سمت جنوب تهران میشه و همینطور که می‌بینید تقریباً هم سطحه. زوم کنم، اگه زوم کنه که ممنونش میشم. بعد اینجا یه آلوچیق داریم، اینجا هم که حالا باربیکیو و اینا. این سمت شمال تهران میشه. حالا من عاشق کدوم ویو هم که صبحم بهتون نشون دادم، عاشق این یه تیکه آخرم منو میندازه. من عاشق اینجا دوستان، یعنی میشینم اینجا ساعت‌ها برای خودم فکر میکنم به اینکه چقدر آدم توی این شهر زندگی میکنه، همین امشب چه خبرایی بهشون رسیده، هم خبر خوب هم خبر بد، چقدر زندگی‌ها متفاوته. همین دیگه. خلاصه که کلا آدمی هستم که خیلی فکر میکنم. به نظرم کار خوبی نیست. اگه شما همچین آدمی هستین این کارو نکنید.
هلو، چطورید؟ امروز پنجشنبه است، داریم میریم فکر میکنم ویلای یکی از دوستامون، چون هیچ دیدی ندارم، اولین بار داریم میریم دیگه. اینم تیپمه، اینو پوشیدم. خوب شد اینا رو نگه داشتم، هوا انقدر سرد شد دوباره. تا دیروز داشتیم لینن میپوشیدیم، امروز سرد. با یه دونه از این شلوارا که پایینش گشاده. آقا من یه مشکلی دارم اینجا که میخوام عکس بگیرم، خب بعد کفشم خب بعد پام باشه، ولی خب نمیشه چون فرش نگاه کن چه رنگیه و یه ذره کثیف باشه، میری رو اون کثیف میشه دیگه. هیچ میشه بگید مشکلمو چجوری حل کنم؟ آقا بعد یه فکر دیگه هم داشتم میکردم، بذار باهاتون در میون بذارم. این که جدی دارم ولاگ میگیرم، ادیت میکنم میذارم، خیلی حال میده پسر. خب من یه قهوه بزنم با خودم ببرم پایین که الکی نخوایم 200 تومن هزینه کنیم. 200 تومن میشه، نمیدونم، خیلی وقت بیرون قهوه نخوردم. میدونی چی میگم؟ یه ذره توی ماگ آب میریزیم، شیرم نمیریزیم، به خاطر اینکه الکی 200 کالری وارد بدنت کنی. برای چی؟ یه کوچولو آب کنم خوب باشه. بعدش این اسپرسویی که زدیم، بذار نشون بدم. اصلا ببین این کریم روش خیلی مهمه، میبینی؟ من چی این خیراش هم نمیدونم الکی اینجوری تونه رو داریم دوستان. یه چند لحظه سکوت میکنم. انگاری هنو اصلا سعی هنو میتونی دل ازم ببری، بذار بشه دل خود من فدات، بذار بشه دل خود من فدات. من دیشب تا حالا پای دود بودم، حتی منم اینو برای ببین فکر نکن که همه چی داشتری بازیه ها، به تعداد بال داری، نفری 2 تا قارچ داری. خب بچه دوستان به یه موضوعی میخوان اشاره کنم. حالا فیلم نگیر این همه 2 تا دونه قارچ و یه بال و فیلم، حالا 6 تا برگر رو بگیر. آقا سس قارچ رو نشون ندادم، اینجا رو ببین سس قارچ. وای پیدا میکنی دیگه نور اینجا. اوه وای کاهو گوجه رو ببین، همه چی داره این برگر دوستان. سریعا رو برگر میاد چون دودی شده. یورو رو نگاه کن، تمام. سلام علیکم، چطورید؟ آقا ما دیشب که اونجا بودیم، امروز اومدیم تا دماوند. بعد هوا یه جوری خوشگله که نمیدونی. بعد اینا رو بذارید نشون بدم. شکوفا رو نگاه کن چقدر جذابن. بیا بالا. نه این چشمش ضعیفه برای بیا بالا. عملیات نجات موفق. چای عطر رو مورد علاقه من. باز شده اومدی تو، کل دنیا مفتاح شد اومدی تو. آره میخواستی دلو به من بدی، میخواستی همه زندگیشو به من بدی. نمیگذرم از من یکی، اگه سهم من نیستی بگو واسه سهم کی. بریم ببینیم اونجا چه خبره. دلفی جون کجا بودی خاله؟ میسا جون سلام. چرا بلدی یا میذارم ندی من میدونم که تو چته، من میدونم چی دوست داری، من میدونم حسشی انجام نمیدی. سلام علیکم، چطورین؟ آقا چون قراره که چند روز با من همراه باشین
امروز اومدیم سر بار خرید میوه و سبزیجات و تخم‌مرغ و اینجور چیزا دیگه بهتون بگم. همین دیگه هم خریدایی که کردیم و مصرف تخم‌مرغ تو خونه ما زیاد شده دوستان. خدایی دیگه تو سر بار هیچکی براتون فیلم نگرفته بود، جدی میگم. صحنه کمتر دیده شده دوستان، وقتی که مستقل میشین سبزی باید پاک کنید، اینا رو بشورید. وقتی تموم شد اول بخرید بشورید، بعد دوره استفاده کنید، بعد دوره بخرید. من نورش چقدر خوبه، مثلا روی ماه خودم هم ببینید. ببین لوپ زندگی دیگه، هی تکرار میشه. من دوست دارم، من کلا خیلی روتین دوست دارم، یعنی که بدونم فردا صبح چیکار باید کنم، چیکار نباید کنم، برنامه‌ام چیه. کلا روتین رو خیلی دوست دارم. چند وقت دیگه ما عروسی دعوتیم، بعد می‌خواستم وقت بگیرم برم موهامو دوباره کوتاه کنم، ولی امروز یه کوچولو صافش کردم چون معمولا اتو اینا نمی‌کشم که جنس موم خراب نشه. ولی به نظرم احتیاج نداره، هنوز جا داره بلند بشه. دوست دارم تا رو شونم باشه، ولی اینقدر دیگه نرم آرایشگاه. اینم بگم من دختریم که لباسای تو خونه همش طرح دایناسور، یونیکورن، میکی موس، دیگه اون گربه سفیده که با لوسیفر دوست بود، اون اینجور طرحا دیگه.